خدا را شکر که این کرونا ویروس یعنی که ویروس تاجدار به وطن تاجداران نرفته است. خب به وطن تاجدارا برو به خدا که دمی 10 روز از 100,000 میگذره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان و دوستان، مادران، پدران، کلانان، کلان سالان، بزرگان، همه کسا انشاءالله که ساق و سلامت باشین. امروز تمام جهان دوچار یک ویروس شده است که بسیاری ها فکر میکنند که خوب دنیا به آخر رسیده است. دوستان عزیز، ناگفته نماند که این جهان در تاریخ خود زیادی از این ویروس ها را دیده است و بسیاری از این بیماری هایی که صدها هزار نفر را کشتند از بین رفتند. باز یک ویروس دیگر آمد، باز یک چیز دیگر آمد، اما انسانیت همیشه در مبارزه زندگی است. مبارزه برای زندگی چی معنا داره؟ وقتی که ما مبارزه میگوییم، مبارز میگوییم، خب برای انسان میشه گفت که انسان مبارز است، چون هر یک انسان به خاطر زندگی خود مبارزه میبره که خب کاری نکنه که یک ویروس بگیرش، کاری نکنه که آلوده یک ویروس بشود و زندگی را پدرود بگه. و شما نباید از این بترسین دوستان عزیز. هر یک نفر میتواند مبتلای این ویروس بشود، هر یک نفر میتواند امروز نشاید فردا از این دنیا برود. به همه خاطر دوستان عزیز گفته مردم آلمان که پانیک نکنین، اما خودشان هم تو پانیک کردن که دیگه هیچ نفر از خانه بیرون نمیشوه. نه خب ما کار ما دوام داره دوستان عزیز. اگر نواری یک دو روز پیش مانده بودم دیده باشین، ما در یک دهه بودم، رفتم عسل خریدم دوستان عزیز و خب زندگی بگیم که مثل آب خنگاو در حرکت هستک. خب دوستان عزیز، چی میخواستم بگم در این صحبتام؟ چرا میخواهم که امروز نوار بگیرم؟ چرا امروز میخواهم با شما صحبت بکنم؟ خب با من باشید تا اینکه بدانید مقصد و مرام من را. خب کمی صحبتی آرام میکنیم بدون شوخی. امروز جهانیان در حقیقت دوچار یک ویروس شدن. این ویروس ایت احمق است دوستای عزیز که در یک روز 1000 نفر در ایتالیا از دنیا گذشت. ایتالیا دیگه هر خیلش بگوی میشه دوستای عزیز. من برای شما بگم که در آلمان نیز 40,000 نفر مبتلا به این ویروس شدن. خب این نه کم است نه زیاد. در امریکا از 100,000 هم گذشت. باید چی کرد؟ برای جهانیان این چی را میخواهد بفهماند؟ این ویروس احمق کرونا مردم را چی را میخواهد بفهماند؟ چی ندایی دارد؟ چی خبری دارد؟ چی چیزی را میخواهد مردم را بفهماند که امروز دارد در جهان شیوع میکند؟ امروز دارد جهان را در لرزه میدرارد. میبخشه اکی کوهستانی. دوستان عزیز، امروز بسیاری ها در حالت ترس هستند، چون که بسیاری ها کلانسال ها در خانه خود دارند، یا اینکه نفرایی که بیماری دارند، بیماری از آن جمله بیماری قلب یا این دیگر بیماری هایی که وابستگی از راه نفس کشی آنها داره، آنها میتوانند که این بیماری را نتوانند تا آخر زندگی بکنند، این بیماری را نتوانند تا خدشه بیارند، طاقت این بیماری را نداشته باشند. اما ما و شما نباید ناامید از آن باشیم که تمام این ویروس آمده است دیگه، دنیا با خود هم محکم شده است. بسیار از نفرها نیز برادرای خودمون که در آلمان هستند برای من می نویسند آلمان یعنی گرمانیا. بعضی احمقا حالی هم از من میپرسند که آلمان چی است؟ آلمان دوستای عزیز گرمانیا. از من میپرسند که چی گپ میشه و همه اینجا محکم، مغازه ها محکم، فقط میتونی که برای خوردن چیزی بخری، دیگه یگان کار دوام نداره، در بیرون در راه کوچه مردم نیستک. دوستای عزیز، اگر که امی بیماری امی ویروس خپش میکردن، صدها هزار نفر میمرد و این ویروس هم از بین میرفت، چون که هر یک چیز همون وقتی خود را داره، میآیه و از بین میره. و چرا که به خاطر کرونا ویروس تمام مغازه ها بسته شدند و تمام بازارها بسته شدند، دیگر هیچ جا کار نمیکنه بغیر از اینکه مردک برای خوردنش یگان چیز بخره. خب بعضی کارهای دیگر هم دوام دارن دوستان عزیز که از آن جمله خودم بگیم که در او کارا مشغول هستم. من برای شما بگم دوستان عزیز که این ویروس
به اون معنا هست که کشورهای اروپایی از اون جمله ایتالیا خیلی پیرانسالان زیاد دارد و پیرانسالانی که نمیتوانند که خوب نفس بگیرند زود از این ویروس به هلاکت میرسند و این ویروس میتواند که آنها را زود بکشد. دوستان عزیز، اما ناگفته نماند که این ویروس میتواند که هم جوانها را بکشه، هم نفرایی که اصلا جوان باشند. اما ما به این باور هستم دوستان عزیز که مرگ و زندگی در دست الله سبحانه و تعالی هستک. یک نقل دیگه برای شما میکنم دوستان عزیز. یک عالم بزرگ فرمودند که یک تحقیقات گذرانیدن در امریکا، یک نفری که دچار ویروس بود داخل شد داخل یک اتاق، یعنی که یک خانه یا اینکه یک جا، و اخس زد. وقتی که اخس زد در آنجا 10 نفر بودن و 3 نفری از آنها مبتلا به این ویروس شدند و اصلا همه حیران شدند که چرا که در اینجا 10 نفر بود و 3 نفرش فقط تنها مبتلا به این ویروس شد، چرا که دیگر نفراش نگرفت. بعد از اون نفرایی که دچار این ویروس شدن از اونا سوال کردن که شما چی کار میکردید؟ بعضی آنها شکایت کردند که شب خواب نکردند، بعضی از آنها شکایت کردند که آنها خسته بودند و دچار امتحان و دیگر چیزها بودند، خیلی ناراحت بودند. این چی معنا دارد؟ معنای این دارد دوستای عزیز که همین ویروس هم به داخل همین ویروس هم به همون نفرای داخل می شود دوستان عزیز که ناراحت باشند، خستگی بکنن، عصب خرابی بکنن و همیشه در فشار باشند، با آنها زود بگیم که کار کردن و در داخل آنها بگیم که جای میگیره. به همون خاطر دوستای عزیز در این وقت زمان در حقیقت اگر که نفر از خانهش بیرون بشه و بغیر از خودش دیگر یک نفر نمیبینه، این همین خیلی هست دوستای عزیز. اما شما از این چیز باید ناراحت نباشین. من یک 3-4 روز پیش با یک آلمانی صحبت داشتم، امی بگیم که 2 متر که نزدیک آمد گفتمش که Abstand nehmen bitte Abstand nehmen. یک خنده کردک، گفتم که یعنی که دوری بجوین، یعنی که از من فقط 2 بگیم که متر از من دورتر باشین تا اینکه حول دهنتو نزنم که مشم. انا جورای من که باشین. بعد همه صحبت دوام کرد رفتن گرفت. ما گفتمش که خوب حالت ها را دیدین که چی گپ خبر است، به همون خاطر دیگه مجبور هستیم که شما را دیگه نمانیم که 2 متر نزدیک شین. گفته که فکر تو چی هستک؟ از ما سوال کرد. خب ما گفتم فکر ما ای است که مرگ زندگی در دست الله هستک. خدا شاهد است. در حقیقت این ایمیس یا اینکه آلمانی خنده کرد گفت که راست میگوی، حقیقت همی هستک. در حقیقت مرگ زندگی در دست الله هستک و هیچ نفری نمیتواند که زندگی یک نفر بگیره یا اینکه یک نفر بگیم که به بیماری مبتلا بکنه و یک نفر از بین ببره تا وقتی که خدای عزوجل چیزی نخواسته باشه. اما الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرمایند من برای شما عقل دادم که شما بتوانید فکر بکنید، من برای شما شعور دادم. انسان را من بهترین مخلوق میگویم، انسان را من از بهترین مخلوق هاستک و من انسان فکر و عقل دادم تا اینکه بتواند که سیاه از سفید فرق بکند. امروز اگر ما و شما را بگن که خوب نزدیک یک نفر نشه، برای یک نفر دست نتک، خوب که بیماری برای تو با این بیماری مبتلا میشه، شما باید که گپ گوش بکنین. چرا؟ چون که در وقتی که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که مردم یا اینکه یگان وبایی می آمد، یگان شهری مبتلا می شدن، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیز گفتن که شما بر آن شهری که مبتلا به وبا است نروین و نفرانی که از آن شهر هستند بر جای شما نایین، یعنی به مکان و به شهر شما نایین. به همون خاطر چیزا را از روی فهمیش و از روی انسانی فهمیدن در کار که در دین و مذهب هم این چیزها گفتگی شدگی هستند و خداوند ما و شما را به فهمیش دعوت میکنه. چنانه که شاعر بزرگ میفرمایند اسلام نه فقط صوم و صلات است، علم است و نظام است و حیات است.
اسلام فقط صوم و صلات، نماز خواندن و روزه گرفتن نیست دوستان عزیز. اسلام طرز فکر کردن را به انسان نشان میده، انسان طرز زندگی کردن به انسان نشان میده که انسان بهترین ها بشوه، تسلیم بشوه، یعنی که از خواسته های خود دوری بجویه، از اون خواسته هایی که انسان را به جهنم میبرن از اونا دوری بجویه و خود را تسلیم به حقیقتی بکنه که خداوند به ما و شما فرستاده است به سبب رسولش صلی الله علیه و سلم. امروز ما نباید ناراحت از آن باشیم که یک ویروسی آمده است که مردم را دارد میکشد، شاید که من هم در قطار آنها باشم. و هر بیماری که در جهان و هر وبایی که در جهان می آید خداوند برای ما و شما می خواهد بفهماند ای انسانیت که امروز فکر میکنی که در آسمان رسیدی و تمام مشکلات میتونی حل بکنی، ای را خوب بفهم. خداوند به بنده میگه ای انسان خوب ای را بفهم که من از بالاتر از تو هستم، من هر یک کار کرده میتونم که تو در زندگی هیچ درکش نمیکنی. و این نیست رسالت هست برای ما و شما که ای انسانیت تازگی را رعایت بکن، ای انسانیت از آن راهی که خداوند برای تو گذاشته هست از آن راه کجروی نکن. بله امروز در آلمان 40,000 نفر بیمار مبتلا به ویروس کرونا شدن و در ایتالیا هم خیلی زیاد شده است. در اسپانیا زیاده از 80,000 فکر میکنم که مبتلا به این ویروس شدن. در تمام کشورهای اروپایی امروز مبارزه بر ضد کرونا ویروس میبرند. خدا را شکر که این کرونا ویروس یعنی که ویروس تاجدار به وطن تاجداران نرفته است. خب به وطن تاجدارا برو به خدا که دمی 10 روز از 100,000 را میگذره. چون در حقیقت نگاه بکنین که ایتالیا خب اینا بگیم که سطح مدیسینش خیلی خوب بود، اما چرا که نمیتوانن به این مبارزه برن؟ چون که آمادگی به این چیز نداشتن. اگر که ما درباره ترس صحبت بکنیم دوستان عزیز، هر یک انسان از مردن میترسه. بعضی ها لاف میزنن که ما از مردن نمیترسیم، در حقیقت از مردن میترسن. هر یک انسان ترس داره از مردن، هر یک انسان از مردن ترس داره. این حقیقت است که هیچ نفر نمیتونه این کار را بگیم که این کار بکنه. به همون خاطر دوستای عزیز آماده به آن باشین که مبارزه های زندگی باز هم زیادتر خواهند شد و انسان به خاطر اینکه زندگی خود را آباد بکند همیشه مبارزه میبرد. نگاه بکنید به خاطر چی تمام جهان در لرزه هست؟ چون که جهانیان زندگی میخواهند بکنند، چون که جهانیان میخواهند که بزیند. یک دعای هست دوستان عزیز که وقتی که یک پادشاه ظالم یک صحابه داخل پیش درآمد گفتن که یک دعای میدانه که تو هیچ کارش کردن نمیتونی وقتی که داخل میشه پیشت. گفت که فیرادش کنین. فیرادش کردن، اومد داخل شد و پادشاه پرسیدش که همو حدیثه بخون که محمد صلی الله علیه و سلم برای تو آموخته است که هیچ نفر وقتی که را میخوانی هیچ بلای به سرت نمیآید. این صحابه به طرفش نگاه کرد، گفت تا وقتی که تو دمی جایی من ای را نمیخوانم. خب پیش از در آمدنش خوانده بود. این پادشاه ظالم هیچ چیز گفتن نتونست. خیلی گفت برا. وقتی که بیرون شد قدر ظالم بود که انسان باور که مثل امو درنده میخورد. وقتی که بیرون شد گفتن چرا که هیچ چیز نگفتی؟ چرا که لچ نکردی؟ چرا که فرمان ندادی که بکشیمش؟ پادشاه گفت او چیزی را که من دیدم اگر شما میدیدین دهنتان باز نمیکردین. این قدر و هر وقتی که میخواستم بسنش گپ بزنم اژدهارهای بزرگ همیته به طرفم نگاه میکردن که دیگه گپ زدن نمیتونستم. به همون خاطر من انشاءالله این دعا را برای شما حاضر میخوانم و شما نیز این دعا را انشاءالله که بخوانین و تکرار بکنین. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع العلیم. من فقط دعا را با زبان عربی خواندم و در اونجا دیگر کلمه های دیگر هم هستند اما آنها را نخواندم. حضرت عثمان رضی الله عنه روایت می کند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر یک نفری که این دعا را از سر صبح 3 دفعه بخواند تا شب هر بلایی که باشد از او دور می شود و اگر از سر شب 3 دفعه بخواند تا صبح تمام بلاها از او دور می شوند. خدا حافظ. با شما بودم منوچهر کوهستانی. اگر که دلتان خواست می توانید که ابونه بشوید تا اینکه من بتوانم باز هم نوارهای زیاد برای شما ثبت بکنم. خدا حافظ.